زندگی یک کارآفرین یه زندگی سخته، زندگی کلنجار رفتن، زندگی جنگیدن، زندگی کشیدن و کشیده شدن. ممکنه فکر کنید دوستانتون که شما رو میبینن به شما کمک میکنن، ولی اونها فقط از دور شما رو نظاره میکنن. اما این مبارزه شماست و این شما هستی که باید به جنگ ادامه بدی و صبر داشته باشی. خیلی چیزا توی این مسیر شما رو پایین میکشه، مثل آدم‌های فاسد و بیخود، مثل شرایط اقتصادی، مثل شرایط اجتماعی، مثل فامیل، مثل دوستان. از همه مهمتر بعضی از آدم‌های دور و برتون. اما میدونی باید چیکار کنی؟ باید خسته نشی و ادامه بدی و بدونی و ببینی اون کسایی که بهشون امید داشتی فقط نگاه میکنن و هیچ کاری نمیکنن. این آدم ها بدون ذره کمک و دلگرمی شما رو ترک میکنن. اونجاست که میفهمی این کار فقط کار خودته و این آینده توه. اینجاست که یه تعداد انگشت شمار هستن که در کنارت میبینن و اونها هم کسی جز دوستان وفادارتون نیستن. به جایی میرسه میبینی همه رفتن و تک و تنها داری دست و پا میزنی. شما ورشکست شدی یا بیزینست خوب کار نمیکنه، اما دیر یا زود شرایط عوض میشه. میبینی شرایط داره عوض میشه و اون کسایی که حتی فکرش رو هم نمی کردی بهت کمک میکنن و به کمکت میان. شما فقط باید ادامه بدی، طاقت بیار و خسته نشو و ادامه بده. کمک حتما به سراغت میاد و فرصت نجات و برات فراهم میکنه. به تبریک میگم، موفقیت و پیروزی دیر یا زود از آن توه. فقط خسته نشو، ادامه بده و به سوی اهدافت برو جلو.